فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیانده بعدی پرسیدن که مادر من شیعه هست و پدرم سنی. ما فرزندان همه مانند پدرم سنی هستیم. مادرم قبول دارد که خرافات و دروغ‌هایی در مذهبش وجود داره و به حیله‌گری آخوندهای شیعه نیز باور دارد و اهل سنت را قبول دارد، اما پدرش به او گفته که اگر سنی شوی تو را نخواهم بخشید. به این دلیل مادرم سنی نمی شود. آیا در این مورد می تواند از گفته پدرش سرپیچی کند و سنی شود؟ یک مسئله که در مذهب شیعه هست و متاسفانه روز به روز این دکانداران مذهبی اینو بیشتر تبلیغ میکنند، این بدعات و خرافاتی هست که در هر زمانی متاسفانه بیشتر از گذشته به دامن مذهب تشیع میچسبد و اضافه میکنند آیین‌هایی رو و مراسمی رو به عنوان مراسم عبادی یا مراسمی که معنوی به قول خودشون دستشون باز هست برای ایجاد چنین مراسم و چنین عبادت‌های نوینی که در دین اضافه میکنند و اینها را تقرب میدونند به درگاه الله متعال، در صورتی که تقرب به درگاه الله متعال همون تقربی هست که رسول الله انجام دادند. اعمالی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان عبادت انجام دادند، اون اعمال برای ما عبادت هست، ما اون میتونیم انجام بدیم. اما خرافات و بدعات دیگری که به مرور زمان به دامن اسلام چسبیده، این هیچ ربطی به اسلام نداره و هیچ گونه تقربی به درگاه الله متعال نیست. و الحمدلله اهل سنت و الجماعت این افتخار را دارند که دعوتشون و فراخوانشون این است که تمامی بدعات و خرافات از هر کسی باشه، حتی اون کسی که این خرافه رو اضافه کرده، این بدعت رو اضافه کرده، یک انسان ظاهر و صلاحی باشه، خیلی عالم بزرگی باشه، به هیچ عنوان این برای ما مدرک نیست. قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما کفایت میکنن در این زمینه و نیازی به این نیست که یک فردی بیاد، یک عالمی بیاد، یک در واقع پیری، درویشی، صوفی بیاد یک چیزی رو به آیین‌های عبادی ما اضافه بکنه. و این از این جنبه. و در مورد این که پدر ایشون مثلا توصیه کرده که حتما باید شیعه بمونند یا گفته اگر سنی بشه من شما رو نمیبخشن، پدر چون این حقی رو نداره. پدر به هیچ عنوان چنین حقی رو نداره که پسر خودش رو، فرزند خودش رو، دختر خودش رو مجبور بکند که شما باید مثل من فکر بکنید، دینتون باید مثل دین من باشه، اون مذهبی رو که من دارم شما پیرو اون مذهب باشی، وگرنه من شیرم در واقع حق خودم رو نمیبخشم، یا مادر بگه من شیرم رو حلالتون نمیکنم اگر تغییر مذهب دادید. این معیار در اینجا واقعیت هست. ببینیم که قبلا چه مذهبی داشتند، الان میخوان چه مذهبی رو در واقع انتخاب بکنن. قبلا دوچار خرافات بودند، بدعات بودند و به این نتیجه اونگونه که در سوال اومده خودشون هم میفهمند که مذهب اهل سنت و الجماعت حق هست و سالمتر هست از خرافات و مبارزه میکنند با خرافات و مذهب شیعه رو هم تشخیص داده که آخوندهای شیعه در این زمینه بهشون دروغ گفتن. این در واقع عملا اگر این همون گونه که اینها رو به این باور رسیده و ترک کرده عملا سنی هست، لازم نیست که اعلام بکنه که من در واقع سنی هستم. و روایتی هست حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نقلش کرده، این مطلب رو میشه بر اون قیاس کرد. ایشون میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من حلف علی یمین فرع غیرها خیرا منها. یک کسی سوگندی خورد من فلان کار رو انجام نمیدم، سوگند خورد، نذر کرد که من فلان کار رو انجام نمیدم، منتها بعدا متوجه شد که اون کاری که من سوگند خوردم که انجامش ندم اون بهتر هست، اون حقه، من در اشتباه بودم، سوگند خورده که فلان کار رو انجام نمیدهد، الان متوجه شده که فلان کار یک کار خیلی خوبی هست و کار پسندیده است. رسول الله میفرمایند که فلیکفر عن یمینه ولیفعل، کفاره یمین بدهد چون که نذر کرده و قسم خورده، کفاره یمین بدهد، اون کار رو باید انجام بده. این مسئله دقیقاً مثل همین هست. وقتی که پدری یا مادری مثلا گفته که من به فرزند خودم اجازه نمیدم که نماز بخوند، اگر نماز بخوند حق خودم رو نمیبخشم، یه فلان کار خیر رو نکند، خب فلان نماز خوندن، فلان کار خیر، پیرو مذهب رسول الله صلی الله علیه و سلم و سنت های رسول الله شدن، خب این کار خیری هست. از این که خرافات رو باید دور بکنن. پس بنابراین به هیچ عنوان نباید که حرف پدر و مادرش رو در این زمینه قبول بکنند، زیرا که رسول الله میفرمایند لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق. اگر یک جای اطاعت پدر و مادر به معنی و به بهای معصیت و نافرمانی الله متعال باشه، در اینجا دیگه هیچ گونه اطاعتی از پدر و مادر لازم نیست و پدر و مادر عملا هم چنین حقی ندارند که فرزند خودشون رو از راه خیر و راه صلاح در واقع باز بدارند.
کنند و اگر این فرزند و این دختر یا پسر به خاطر وصیت پدر و مادرش یا به خاطر اینکه پدر و مادرش ناراض نشوند، حقشون رو معاف نکنن، اگر اون راهی رو که خودش به این نتیجه رسیده که حق هست و حقیقت هست اینو ترک بکنه، هر دوتاشون گناهکار میشن. هم پدر و مادری که این وصیت رو کرده که شما نباید قرآن بخونید، نباید پیرو سنت باشید، نباید نماز بخونید، نباید پیرو حقیقت باشید، و هم این کسی و فرزندی که خودش به این نتیجه رسیده که مذهب اهل سنت و الجماعت حق است اما عملا به خاطر پدر و مادرش نمیخواد اینو قبول بکنه. هر دوتاشون گناهکارن، هم پدر و مادری که مانع هستند و هم اون کسی که به این حق و حقیقت رسیده و عملا اونو ترک میکند و به آن معتقد نیست و پایبند اون نباشه. هر دوتاشون در واقع شریک جرم و این گناه میخواهند.